سلام به همه دوستان. خواستم در مورد کاتالوگ 11 یه دفعه دیگه فرصت‌های عالیشو برای شما ویدیو بگیرم که انشالله براتون مفید باشه. همونجور که میدونین یه ریمل جدید داریم، ریملی هستش که فوق‌العاده سبکه و کار درست موژه مصنوعی رو انجام میده و تست کلینیکی هم شده و قوسی که به موژه‌هاتون میده درست انگار که شما موژه کاشتین. از کوچکترین موژه تا آخرین موژه شما رو کاملا لیفت میکنه، به سمت بالا میبره و فرمولاسیونی که توش به کار رفته بسیار سبکه. از روغن هسته بلکبری گرفته شده که موژه رو کاملا تغذیه میکنه، 360 درجه است و کاملا مشکی هستش. و میدونین که این ما یه کامپانی‌های فوق‌العاده عالی داریم. شما در واقع با خرید 2 تا به قیمت 490 لیر شما پولشو میدین. ببینین قیمت یه دونه از 469 تا یا 470 تا، ولی شما 2 تا خریداری میکنین به قیمت 490 تا در میاد. به نظر من یه فرصت خیلی عالی هستش. خیلی از مشتریا ریمل استفاده نمیکنن، خیلی از افراد استفاده نمیکنن، میگن روی موژه‌مون سنگینی میکنه، موژه‌مون جون نداره و اگه ریمل بزنیم احتمال ریزش موژه‌مون زیاد هستش یا سنگینه یا پای چشمون همیشه سیاهه. وقتی در مورد خواصش صحبت کنین میتونه نظریه‌شون رو عوض کنه و در مورد خاصیتشون صحبت کنیم و 100% مجابشون میکنیم برای اینکه از یک محصول فوق‌العاده عالی استفاده کنن. خب میدونین که 2 تا عطر داریم، یه دونه میوه‌ای هستش و یه دونه عطر بوی شرقی رو داره و با هوش مصنوعی تولید شده. و خوبی هوش مصنوعی اینه که سرچی که انجام میده، تحقیقی که انجام میده، کلا نیاز افراد رو بررسی میکنه و بر اساس اون یک دستور عمل جدید ارائه میده که حالا در مورد هر کدوم از اینها کاملا جداگانه براتون ویدیو میگیرم میذارم. از محصولات پرفروش و مصرفی، زمستون تابستون نداره و توی همه فصول میتونین ازش استفاده کنین. تخفیف 55% فوق‌العاده عالی کرمای دسته، مخصوصا کرم ماکادمیا، یعنی با 109 یعنی 110 لیر. حالا برای ما مشاورا 100% ارزون تر در میاد. پوست دستتون رو فوق‌العاده نرم و لطیف میکنه، احساس چربی نمیکنیم، ناخوناتون رو از آسیب‌های کار روزانه محافظت میکنه. محصول فوق‌العاده پرفروشه. پس تا اینجا شد 2 تا محصول فوق‌العاده عالی. در مورد سیجاک تکلیفا، فروش داغ هر ماه ما با افزایش قیمت بالای اسعار مواجه هستیم. خب پس زمانی که هر پیشنهادی بهتون میشه، چه عطر زنونه و چه عطر مردونه، فرصت خیلی عالی هستش که با 519 لیر که باز برای ما حدود 300 خورده‌ای در میاد، 400 لیر در میاد، شما بیاین این عطر رو خریداری کنین. به مناسبت‌ها به هر دلیلی میتونی با قیمت عالی بفروشی، بر اساس همون کاتالوگ بفروشی، پایینتر یا بالاتر، سود بیشتر برای تو میمونه. 2 ماه دیگه، 1 سال دیگه هم بفروشی، باز با سود فروختی. متوجه هستین؟ پس از این فرصت ها حتما استفاده کنین. خب محصولاتی داریم که باعث میشه کارگومون رایگان بشه. خب این محصولات علاوه بر این باعث میشه که شما پول باربری ندین، 2 تا محصول، یه دونه محصول میتونی به سبد خرید اضافه کنی. محصولات پرفروش CC مو هستش، ببه کرما همیشه هستش، عطر اتکلون و یا آنتی ایجا از لاین اپتیمارز. خب اونایی که دنبال رژ لب هستن، فرصت 50% هستش، میتونن اینجا انتخاب کنن. و این که در مورد کرم پودرا هستش، در مورد این که شامپوی ضد ریزش ما داریم. همونجور که میدونین هم ما یدکشو داریم و هم این که ضد ریزششو داریم. حالا خوبی شامپوی ضد ریزش باعث چی میشه؟ اولا این که توی زمانی ما داریم زندگی میکنیم که استرس ها انقدر زیاده، هر کس بگه من ریزش مو ندارم دروغ گفته. 100% شامپوی ضد ریزش میخواد. وقتی در مورد یدکش حرف میزنی، میگی 2 تا اینو میتونی پر بکنی و اینکه هم
صرفه جویی میشه، از لحاظ قیمتی هم به طبیعت آسیب نمیرسونی. خب 100% استفاده میکنه. من شامپوی نمیدونم بدون سولفات استفاده میکنم که اون هر روز نمیتونه بزنه، به هر حال توی روتینش باید شامپوی معمولی استفاده کنه، اینم میتونه به روتینش استفاده برای روتینش داشته باشه. سرم هم که میدونین همیشه زود فروش میره و زودم تموم میشه. کرمای دور چشمم همینطور که میتونه از این فرصت بی نهایت استفاده کنید. خب یکی از محصولات فوق العاده عالی که برای ما در واقع صدر در میاد این ژل مو هستش. ژل مو علاوه بر اینکه امتیازتو پر میکنه، یک محصول کاربردیه. موهات کوتاه، زیر مقنعه، زیر روسری، برای عروسی، مهمونی همسرت، بچت، پسرت 100% استفاده میکنه. علاوه بر اینکه موهاشو تغذیه میکنه، اون حالتی هم که میخواد میتونه به موهاش بده. پس این هم یکی از فرصت‌های خیلی خوبه. این عطر فوق العاده خوشبو و میدونین که جزء عطرهای پرفروش هستش، خنک هستش. این هم توی یه فرصت عالی ارائه شده که میتونین از این فرصت هم استفاده کنین. در مورد عطر دیگه خودتون بهتر از من تجربه کاری داریم و میتونین سرچ کنین ببینین کدومشو مشتریتون میخواد و از اون فرصت در اون کاتالوگ استفاده کنین. متوجه هستین؟ خب جویسا از اون عطرایی هستش که همیشه پرفروشه، همیشه مشتری باهاش هست و من خودم استفاده کردم، به خیلی هم فروختم. برای روتین روزانه خیلی خوبه، برای سر کار خیلی خوبه و طرف دوست داره که یک قیمتی رو بده که برای روتینش متفاوت تر از مهمونی و عروسی و مجالس باشه. پس میتونین روی این مانور بدین که یه کامپانیای عالی داریم که 2 تاشو اگه یه دونه بخرین دومی رو با 60% تخفیف به قیمت 299 تا حالا باز برای ما ارزون تر در میاد. و اینکه عطر جدید آقایون داریم، یه بوی تلخ داره به خاطر وجود لیموی سیاه و چوب سدر و این عطر رو توی لایف نشون دادم بهتون. سیاه هستش هم جاش و هم خودش و یک عطر آقایون پسنده و 100 میل هستش. اینم جدیده که میتونین به هر حال رونمایی کنین. در مورد عطر زیاد اینجا مانور نمیدم، میرم سر فرصت هایی که واقعا بتونه کمک کنه. خب محصول جدید داریم. این محصولات جدید هم میتونه پیج ما رو رنگ و لعاب خاص بده و هم میتونه در کنار یک محصول دیگه زیبایی کار رو بیشتر کنه. خب خیلی دنبال ریمل آبی بودن، ریمل آبی خریدی، مشتری قبلت بوده و اینا، الان بیا خط چشم آبی هم ما داریم. لباسش آبیه، دوست داره خط چشم آبی بزن، ریمل آبی بزن، این دوتا رو با هم دیگه ست کن. سبز، کسایی که تیپ سبز میزنن، نمیدونم ریمل سبز هستش، همه چیز هستش. پس میتونین یه دیدگاه متفاوتی داشته باشین. خب از محصولات پرفروش که جالب اینه که هر ماه خیلی از بچه ها دنبال این لیپ اسپا هستن و این ما داخل کاتالوگ است و هیچ عکس العملی نشون میدن. این برای من خیلی جالبه. 2 تا رنگ پرفروشش اینجا هستش. پس از این فرصت استفاده کن. کسایی که قبلا ازت خریدن، راضی بودن و همیشه دنبالشون بودن، الان بیا بهشون بگو. قرار نیست کل محصولات رو بیای در موردش صحبت کنی، باید چکیده از اون رو در اختیار مشتریت بذاره. مشتری چیزی که تو میگی رو میخره، نه اینکه چیزی رو که خودش انتخاب میکنه. ممکنه بگه 100% من این رژ لب رو میخوام، ولی حالا بیا بهش بگو رژ لب برای ضد بوسه دارم، به لیوانت نمیچسبه، موجودیه دیگه، بیا اینو بفروش، ببین چقدر قشنگ ازت میخره. باید راهکار فروش رو بلد باشی، باید یاد بگیری و بر اساس همون عمل کنی. ریمل 2 سر از اون ریملایی هستش که همیشه براش مشتری هست، خیلی استفاده کردن، راضین و الان میتونی بیای در مورد اون صحبت کنی. چرا؟ چون خیلی از مشتری ها گاهی وقتا میگن که ما فقط میخوایم جدا جدا بشه، بعضیا میان میگن فقط ما میخوایم پر بشه. میتونین اینو یه بهونه‌ای کنیم برای جدا کننده. یه سر جدا کننده خاص داره و یک جدا پر کننده خاص داره. پس 2 تا با هم ادغام نشده که یه بهونه‌ای داشته باشن.
متوجه هستی؟ بس میتونی روی این مانور بدی. اونایی که دنبال مدادای مشکی هستن، فوق العاده مشکی یا قهوه‌ای هستن، میتونین مدادای کوهل رو بهشون معرفی کنی. و اینکه اونایی که به هر حال کاشت ناخن داشتن ترمیم میکنن و یا اینکه کاشت ناخن دارن و همچنان هم ادامه میدن، دور تا دور ناخناشون همیشه مشکل پیدا کرده. خب این قلم ناخن خیلی میتونه بهشون کمک کنه، بس میتونی اینو بهش معرفی کنی. سرم ناخن رو میتونی بهش معرفی کنی. حالا اونایی که دیگه حالا کاش ندارن، گذاشتن یه ذره استراحت کنن، میتونن از این لاین کاملا استفاده کنن. خب 2 تا محصول فوق العاده عالی داریم. ریملای بیگلش رو داریم، قیمتش فوق العاده عالیه، از لاین آنکالر که هم پر میکنه هم ویتامین داره و موجه ها رو واقعا تقویت میکنه، پر کننده هستن. همینجور که میبینی میتونی روی اینم مانور بدیم. سایه های 2 سر که همیشه مشتری خاص خودشو دارن و رژ لبای مینی هم قیمتش خوبه، هم رنگش درست همونیه که توی تصویر میبینن و اینکه وزن آنچنانی قیمتش هم معقوله. حسابی میتونه مشتریاتون رو دوباره برگردونه. یا این بالمای اوسوید که فوق العاده با عطر و بوی میوه هستن، شاین داره و اونایی که دوست ندارن حالا لبشون یه رنگی داشته باشه میتونن از این استفاده کنن، براق میکنه. و امروز من یه مطلبی داشتم میخوندم، دوستانی که لبای خیلی نازکی دارن درست مثل خود من و حجم آنچنانی نداره، حتما باید از رژ لبایی استفاده کنن که شاین داشته باشه. حالا اون مطلبش حتما براتون میذارم. خب یه سوژه شده، اگر لبات نازکه دوست داری که پرتر نشون بده، بیا من مدیا راکار معرفی کنم، بیا دایرکت، اینا رو میتونی معرفی کنی. باید انگیزه رو توی کارتون ایجاد کنید. در مورد غلطک ها که بروز شده، اونایی که به هر حال دائم عکس میگیرن، ویدیو میگیرن، محصول معرفی میکنن، توی مهمونی‌ها هستن یا جاهایی هستن که این حالت براقی اذیت کننده است، این میتونه راحت بذاره توی کیفش. رژ لبای وگان رو داریم، محصولات جردانی رو داریم که مشتری خاص خودشون رو دارن، روی این زیاد زوم نمی کنم. اسنشیالز، یه دونه کرم چند منظوره داریم، یه دونه کرم عالی داریم که همراه با ویتامین ای و B3 هست، مناسب پوستای حساس و انواع خانواده. انواع پوستا، انواع خانواده هم میتونن از بچه کوچیک، پیرمرد، پیرزن تا نوزاد استفاده کنن. یعنی داخلش انقدر محصولات عالی داره، برای روتین روزانهشون عالی، پرفروشه. حالا کنارش یه کامپانی هم گذاشته، میگه از این صفحه، یعنی از صفحه 80 تا صفحه 109 خرید کنی 2 تا محصول فوق‌العاده عالی، یه دونه ماسک اسکراب، یه دونه پاک کننده کرمی رو با قیمت 29.99 که قیمتش در 23 یا 24 لیتر. خب پس این فرصت خوبه، میتونیم ازش استفاده کنیم. هیدرا همیشه پرفروشن، فرصت عالی داری، در کنارش میتونی 2 تا محصول دیگه خریداری کنی. برای مشتریات این فرصت رو بذار. اگه هیدرا بخری، اونم از لاین ریچش، میتونی مثلا کرمی رو از من هدیه بگیری، قیمت آنچنانی نداره، وزن آنچنانی رو نداره. خب SPF، ضد آفتاب، شیر، چیزایی هستش که تابستون و زمستون نمیشناسه، برای همه فصول هستش. یه فرصت عالی داریم که با 40% تخفیف میتونین اینو استفاده کنیم. ماسکا رو داریم، شستشو داریم، برای هم حالت لایه برداری داره، برای پوستای حساس تسکین دهنده است و یه دونه حالت اسکراپی داره که منافذشون رو باز میکنه. در کنار اون این پد رو میتونن بگیرن. خب پیشنهاد بده، اینا که از من خرید انجام دادی، من بهت اینو رایگان میدم، هر کدومشو که بخری یه دونه بهش این بهش انگیزه میده. خب دیگه من اینجا زیاد فوکوس نمی کنم. در مورد کرم‌های بدن که گفتم مثلا کلا ماه بعد بگیر، محصول جدید داریم. اونایی که رونشون کلا بزرگه، بازوشون بزرگه، شکمشون بزرگه، این محصول جدیده، میتونن ازش استفاده کنن. و ضد آفتابا داریم برای کودکان. میدونید ستای نووژ اگه خریداری کنین، هر کدوم از اون لایناشو خریداری کنین 3 ماه متوالی، بعد میتونی حق انتخاب کرم
دور چشم و سرومشو دارین که اینم یه فرصت عالی هستش برای مشتریاتون میتونین بذارین. و اینکه ولوسوفیا دارن، دوستانی که مثل من ریزش مو دارن، استرسشون زیاده، مادرزادی موهاشون جون نداره، پیاز موشون ضعیفه، موهای نازکی دارن، بیوتین داره و هم برای پوست، هم برای ناخونه و هم برای مو هستش، زینک داره و هر کدوم از این خواصی که توی اینا هستش باعث میشه که رشد موهاتون، پوستتون، ناخونتون جوانتر بشه. و این که مصرفش 2 تا هستش، مولتی ویتامینا رو داریم که انشالله از هفته دیگه در کنار صاحب جون در مورد هر کدوم از این محصولات براتون توضیح میدیم که بیشتر یاد بگیریم. این فرصت ها خیلی عالی هستش، حتما ازش استفاده کنیم. بهتون گفتم کدوم رو این ماه بخریم، کدوم رو ماه بعد بخرین. از این فرصت ها حتما استفاده کنین. و دوستداران فمینه که میدونی همه بانوان باید استفاده کنن، هم برای بارداری و هم شیردهی و هم اینکه پهاش ناحیه تناسلی بدنتون رو کاملا ضد عفونی میکنه، یدک هم داره و میتونین کاملا در مورد اون به مشتریاتون بگین. سیسی مو از لاین دیولوژی محصولاتی که داریم و میتونین بهشون معرفی کنین. محصولات لاو نیچر رو داریم و به تخفیفات عالی که رسیدیم در مورد شاور ژلا هستش. مشتریاتون اگه دنبال شاور ژل هستن حتما میتونین بهشون راهنمایی کنین. قیمت این ماسکا فوق العاده عالیه، یعنی برای هدیه دادن، انگیزه دادن، برای این که مشتریاتون دوباره برگردن و این که از این فرصت ها با هر خرید یه هدیه کوچیکی بهشون بدین یا یه تستری بدین خیلی میتونه کمک کنه. و اینکه خمیر دندونا رو داریم، یه چیز مصرفیه برای هر خانواده‌ای، پس یکی از خریداتون میتونه این خمیر دندونا باشه. شامپوی شیر و عسل و محصولات شیر و عسل که بسیار عالیه برای موهای خوش. و میدونین که لاین اکتیول مام ها همیشه پرفروش هستن، 40% تخفیف داریم. مامای عطری رو داریم میتونین استفاده کنین، هم زنونه هم برای آقایون. و لاین مراقبت از پا رو داریم، فیت آپ، که با 60% تخفیف ارائه شده و توی صفحه آخر با یه تخفیف 60% محصولات شیر و عسل رو داریم که اون دوستانی که استفاده کردن، مشتریاشون استفاده کردن، الان میتونن حسابی از این فرصت استفاده کنن. این یه خلاصه ای بود که حتما دقت کنین، این فرصت ها رو از دست ندین. انشالله که ماه خیلی خوبی رو در پیش داشته باشیم.